خب اینجا موجودی نقد، اسناد تجاری، سفته و چک. ما دو حالت داره خریدمون. حالت اول اینه که مثلا یک شخص بخواد کالایی رو خریداری بکنه و پولش رو همونجا نقدن مثلا به صورت اسکناس یا با کارت پرداخت بکنه و حسابش با فروشنده رو صفر بکنه که میشه از طریق پرداخت نقدی این کالا خریداری شده. حالت بعدیش که معمولا برای کالاهایی استفاده میشه که ارزش مالیشون بالاتره، مثل کالاهای برقی، یخچال، کولر و گاز. مثلا شخص خریدار میخواد کالایی رو بخره که ارزشش 100 میلیونه، برای همین میاد، حالا در صورت توافق با فروشنده البته، میاد و چکی به مبلغ 100 میلیون یا حتی چک های کمتر، حالا با درج تاریخ و اینا مینویسه و تحویل شخص فروشنده میده. یا حتی این حالت هم وجود داره که شخص خریدار فقط لفظی بخواد زمانی که پولش رو میخواد بده با فروشنده به صورت لفظی در واقع تعیین بکنه اون زمان رو. صفحه بعدی راجع به موجودی نقد گفته که جزء دارایی ها محسوب میشه که نیاز به حالا محافظت و کنترل داره. بعد صفحه بعدش هم اومده موجودی نقد رو طبقه بندی کرده. طبقه اول صندوق، طبقه دوم بانک و طبقه سوم تنخواه. ما گفتیم که موجودی نقد باید محافظت بشه و 3 حالت داره نگهداری از اون. اولی صندوق هست که معمولا توی شرکت ها و مؤسسات صندوقی وجود داره که توی اون میتونیم حالا پول نقد، اسکناس، ارز یا حتی سکه و این چیزا رو نگهداری بکنیم. مورد بعدی هم اینه که افراد میتونن حالا هر مقدار پولی رو که میخوان توی بانک نگهداری بکنن. و مورد سوم تنخواه گردان، حالا توی فصل‌های بعدی به صورت جزئی تر باش آشنا میشی، ولی من یک توضیح مختصری میدم راجع به اینکه کارش چجوریه. مثلا توی یک شرکت یا مؤسسه میان یک شخصی رو انتخاب میکنن که کارهای خرید مؤسسه رو انجام بدن. یک کارتی رو اول انتخاب میکنن که بالفرض مثال موجودی اون کارت 10 میلیونه و بعد اینکه شخص تنخواه رو انتخاب کردن این کارت رو بهش میدن و برای خریدهای روزمره تنخواه از اون استفاده میکنه. اینجوریه که نیازهای روزمره مثل حالا هزینه‌های آبدارخانه، ملزومات، بالفرض مثال اگر حالا مجموعه ما نیاز به ملزومات اداری داره، این چیزها رو توی یک لیستی تهیه میکنن و به شخص تنخواه گردان میدن و تنخواه گردان میره این خریدها رو با کارتی که از طرف خود مؤسسه بهش دادن در اصل خریدها رو انجام میده. اسناد تجاری یکی دیگه از راه‌های پرداخت بدهی یا دریافت طلب، دادن یا گرفتن اسناد تجاریه. اسناد تجاری، کلمه اسناد از جمع میاد که این میتونه جمع سفته یا حتی چک باشه. صفحه بعدی اومده این اسناد تجاری رو طبقه بندی کرده. مورد اول اسناد دریافتنیه. همونطور که از کلمه بعدیش دریافت مشخص هست، اینه که یعنی یه چیزی رو ما باید از شخصی بگیریم. حالا میتونه این باشه که چک و سفته شخصی پیش ماه که حالا باید صاف بکنه در از حساب ما نزد یکی دیگه است. مورد بعدی اسناد پرداختنی. حالا اینم همینه، یعنی از طریق چک و سفته من باید حسابم رو با فردی صاف بکنم. در صورتی که اسناد دریافتنی اونجا من طلبکار بودم ولی توی اسناد پرداختنی من بدهکار میشم. اسناد تضمینی هم همونطور که از اسمش مشخصه جهت حالا ضمانت شخصی یا تعهدات به کار میره بیشتر. طبق چیزی هم که گفتم باز اومده اسناد تجاری رو گفته که شامل چی میشه؟ یکیش چکه و دومیش سفته هستش. خب اینجا هم اومده چک رو توضیح داده که نوشته ایه که صادر کننده یعنی شخصی که اون چک رو مینویسه تمام یا بخشی از اموالش رو در از پولهای نقدش که نزد بانک هست به شخص دیگری واگذار میکنه. خب پس چجوریه؟ یعنی کسی که چک رو مینویسه یک تاریخی براش مشخص میکنه و یک مبلغی رو مینویسه که اون شخص به محض رسیدن اون تاریخ میتونه بره بانک و بدون اینکه اصلا به خود شخص رجوع بکنه میتونه بره بانک و بانک هم حالا طبق امضا و مشخصات فرد که حالا اون چک رو نوشته میتونه خیلی راحت از حسابش برداشت بکنه و به حساب اون فرد واریز بکنه. که اینجا حالا نحوه نوشتن چک رو گفته. توی قسمتی که مستطیلی اولیش تاریخ رو به صورت عدد و حروف می‌نویسیم، پایینش مبلغ چک رو به صورت حروف و به صورت ریالی نوشته میشه حتما و فلش سوم نام شخصی که چک برای اون صادر شده نوشته میشه و دلیلش که حالا طلب بوده یا هر چیزی. اون پایینم محل امضای صاحب چک، کناریش محل نوشتن عدد چک در اصل مبلغ چک به صورت عددیه
و اون تحصیلش که هست اونا نوشته هایی هستند که برای خود شخصی که چک رو مینویسه میمونه. اون قسمت از برگه کنده میشه و تحویل حالا فرد مقابل داده میشه و تحصیلش همون اطلاعاته که اونجا نوشته میشه و برای شخص دارنده چک در اصل میمونه. خب اینجا هم یک فعالیت آورده که حالا طبق راهنمایی‌هایی که بالا کرده نوشته میشه. بعد خب همونطور که گفتیم اسناد تجاری شامل چک و سفته میشه که چک رو توی صفحات قبلی راجبش خوندیم و گزینه بعدی سفته هست که در معاملات روزمره رد و بدل میشه و اینجوریه که گاهی خریدار بابت حالا خریدی که انجام میده یا خدماتی که دریافت میکنه میتونه سفته ارائه بده و مقابل همین هم فروشنده بابت فروشی که داره خدماتی که ارائه میده اون سفته رو دریافت میکنه. که صفحه بعدی در همین راستا توی کادر زرد رنگ یک سری توضیح داده و پایین کادر هم سوال طرح کرده. توی کادر زرد رنگ روش محاسبه سفته حالا توی سوال رو گفته و اینطوری توضیحش داده که قیمت خرید هر برگ سفته برابر با نیم در 1000، همونطور که میبینید 5 دهم روی تقسیم بر 1000 ارزش سفته به دست میاد. حالا من برای محاسبهش هم برای اینکه اینجا جا نبود و من خواستم یک روش دیگر رو بهتون توضیح بدم اینجا براتون آماده کرده بودم 2 تا فرمول من خودم براتون با رنگ قرمز بالا نوشتم. حالت اولیش اینه که اگر هزینه خرید سفته رو خواستید به دست بیارید اون مبلغی که بهتون داده رو تقسیم بر 2000 میکنید و حالت دوم اگر مبلغ اصلی سفته رو خواستن مبلغی که بهتون داده بود رو ضرب در 2000 میکنید. حالا به خاطر اینکه اینو ویرایش شد از تصویر یکم کیفیتش پایینه ولی صورت سوال براتون میخونم. سوال نوشته شرکتی قصد خرید سفته‌ای به مبلغ 1,500,000,000 ریال رو داره، چه مبلغی برای خرید سفته پرداخت بکنه؟ خب اول من میام از روشی که خودم بهتون آموزش دادم پیش میرم. گفتیم که اگر هزینه خرید سفته بود تقسیم بر 2000 میشه. از اونجایی که عددی که به ما هم داده خیلی بزرگه مشخصه که برای شکستنش باید تقسیمش بکنیم تا به عدد اصلی برسیم. خب پس میایم عدد اصلی رو مینویسیم تقسیم بر 2000 میکنیم که جواب به دست اومده 750,000 ریال. یعنی برای خرید سفته باید 750,000 ریال ما پرداخت بکنیم. و حالت دومش اینه که 1,500,000,000 رو ضرب در 5 دهم و بعد تقسیم بر 1000 بکنیم که بازم جوابش همون میشه. فقط برای راحتی کار من یک فرمول جدیدتری رو به شما یاد دادم. سوال بعدی هم گفته که شرکتی بابت خرید 4 برگ سفته مبلغ 430,000 ریال پرداخت نموده است. حد اکثر مبلغ تعهد این 4 برگ سفته چند ریاله؟ خب طبق فرمولی که بالا نوشته شده مبلغ اصلی سفته رو میایم اون عددی که به ما دادن رو ضرب در 2000 میکنیم که جواب به دست اومدمون معادل 8,600,000,000 هست. یا اگرم بخوایم از روش خود کتاب پیش بریم باز عددی که بهمون داده رو ضرب در 5 دهم و تقسیم بر 1000 میکنیم که بازم جواب معادل همون قبلی هست. و اینجا به خاطر اینکه 5 دهم تایپ نمیشد من این علامت رو گذاشتم جای 5 دهم و حتما فرمولی که بهتون آموزش دادم رو یک جا یادداشت بکنید چون راحت تر از فرمولیه که خود کتاب بهتون داده و میتونید توی امتحاناتتون توی چک نویس از اون فرمول حالا پیش برید. اگر هنرآموزتون قبول نکردن که حالا از این فرمول بنویسید تو برگه و وقتی که از جواب مطمئن شدید میتونید بیاید جایگزینی بکنید روی فرمول خود کتاب